همدیاران عزیز، اینک به شما با همراهی شرکت تجدر لایحه پیشنهاد می نماییم که برای نسل‌های آینده میراث گرانبهای خواهد بود. این نمود نهال‌ها چهارمغزهای امریکایی با نام پیکن است که خصوصیت‌های زیادی را دارست. اول اینکه خیلی سرحاصل است و از هر بیخ تا 500 کیلوگرم چهارمغز گرفتن ممکن است. یعنی از هر گکتر تا 80 تن، یعنی تا 400,000 دلار از هر گکتر فایده گرفتن ممکن است که مثل افسانه است. دیگر اینکه این نمود چهارمغز خیلی شیرین و با لذت است، اما در ترکیبش قند ندارد. از این رو برای همه انسان‌ها چون داروی مخصوص صحتمندی توصیه می شود، خصوصا برای آنهایی که کسلی قند دارند. امروزها نمودهای زیادی درخت پیکن پیدا شده است که از سرزمین‌های گرم سر کرده تا سرزمین‌های خنک می روید. پیکن خنکی تا -15 درجه و گرمی تا +60 درجه را طاقت کرده می تواند. برای شما نمودهای گوناگون پیکن پیوند شده، پیکن اصلاح شده را پیشنهاد می نماییم. اگر چنین نیت داشته باشید می توانید به رقم‌های داده شده زنگ زنید.